سلام بچه‌ها، من تایستم هستم و اومدم به شما رمزهای GTA رو یاد بدم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد و اگه خوشتون اومد لایک و دنبال یادتون نره، بزن بریم دنبال ویدیو. بچه‌ها ما اینجا اول تلفن همراه رو در میاریم، اینجا میزنیم، میریم رو اینجا اسمش یادم رفته، رمز اول رمز پرش نهایت 467 864 8 میگیریم. اینجا نگاه کنید، الان به هر جایی دلم بخواد میره. کجا رفتیم حل شد تو GTA بیایم چطوری بود. خب بعدیم چه جایی رمز بعدی گوشیم رو در میاریم اینجا. خب این میبینم باید 1999 654 55 30 میگیریم. این پایین 5 دقیقه به ما چی داده؟ جون بینایی داده. الان من از هر جایی هر چیزی اصلا از هر جایی بیفتید یا هر کسی بهتون شلیک کنه ماشین زیرت هر چیزی هیچی تو نمیشه. تا 5 دقیقه جون بینایی شدم مثل سوپرمن. خودتون امتحان میکنید. رمز بعدی رمز تون دویدن سریع میدونی تون دویدن بیست و هشت بخش محیط دارم نگاهی بر میکنم که در اینکه رمزه رو کاغذ نوشتم قاطعه نگاهی بر چند 228 246 246
تون میده بکنید چقدر تون تره تون تره میده تون میدونم میپرم بپر دیگه بکنم وقتش تموم شد پرش کن وقتش تموم شده آره وقتش تموم شده ولی این تون دویدن همه داره بریم سراغ چی بود اسمش؟ رمز بعد ماشین پورشه الان من این رمز رو بزنم پورشه جلو ظاهر بشه بزنیم ببینیم میشه میشم یه تون میدو و همه چی سری میرسه همشون 1999 رو داره 1999 266 266 38 این خیلی راحت دارم اصلا ما خیلی طولانی نیست میشه پورشه نیست اسپانیش نکرد اینجا برم ببینم شاید داخل طولانی نمیدونم برم بیرون بزنم ببینم میشه سریع بگم ببینم پورشه من نده بدی بچه اینجا اینجا دوباره بزنم ببینم چیه 266 آره زارش رنگ آبی هم داشت ببینم دوری با پوشه میزنیم دور که نمیدونم موتوره ولی من چه موتوری بده ولی موتوره رمز موتور آره چیزی نمیدونم یک مثلا کنیم 633 762 آره موتور تریل هم بود عجب موتوری موتور مسافر است موتوری داداش آروم عجب موتوری Hey there, see you at the next meeting.
ببخشید. خب این بوده این ویدیو. اگه خوشت اومده دوباره میگم اگه خوشت اومده لایک و دنبال یادتون نره.